یه ابزار ساده که اختلاف و فرق یه شینیونکار آماتور و مبتدی با یه شینیونکار ساده است. سلام، من رویان و اینم شونه دنباری که منه. من چیکار کنم؟ این ابزار خیلی ساده است ولی تو نباید به عنوان یه شینیونکار دست کم بگیریش. اوکی. این شونه برای من همون کاری رو میکنه که یه تیغ برای جراح و یه قلم برای نقاش میکنه. What؟ پس با دقت باید انتخابش کنم. فکر نکن چون خیلی ساده است کاربردش هم ساده است. این اولین وسیله‌ایه که با موهای مشتری ما در تماسه. A few moments later. از تقسیم بندی دقیق گرفته تا پوش دادن و حجم دادن درست توی قسمت ریشه، تمیز کردن و پرزگیری سطح مو، حتی جهت دادن به تارها به تار مو با این شونه انجام میشه. پس شونه‌تو با دقت انتخاب کن.